Es geht los. Sonntag ist das, 15. Februar. Wir versuchen jetzt Austern zu bekommen. Ist 8 Uhr. Alle haben noch zu, aber wir sind open. سلام. راستش وقتی داشتم یادداشت‌ها و منابع برنامه امروز رو بالا و پایین می‌کردم رسیدی به همون ویدیو سفر مهران؟ آره دقیقاً متوجه شدم گاهی یه ویدیو گزارش یا همون ولاگ ساده چقدر میتونه لایه‌های عمیق و غیر منتظره‌ای داشته باشه. کاملا درسته. امروز قراره با هم، یعنی من، همکارم و تو که الان داری به این گفتگو گوش میدی، یه بررسی عمیق و متفاوت داشته باشیم. در واقع تصمیم گرفتیم این محتوا رو قالب یه ویدیوکست به زبان فارسی برای ایرانیا آماده کنیم تا با هم بشکافیمش. یه انتخاب خیلی هوشمندانه است. ببین، منبع اصلی ما یه ویدیو گزارش 21 دقیقه‌ای از مجموعه در سفر با مهران هست که 15 فوریه 2026 ضبط شده. چیزی که همون اول توجه من رو جلب کرد، ترکیب عجیب زبان هاست. آره، مهران آلمانی حرف میزنه ولی وسط جملاش پر از کلمات انگلیسی و عربیه. ما این روایت چند فرهنگی رو به زبان فارسی آوردیم تا ببینیم چطور با نگاه ما گره میخوره و تو به عنوان کسی که احتمالاً توی اقتصاد در حال توسعه زندگی میکنی چطور میتونی باهاش ارتباط بگیری؟ دقیقاً. اما قبل از اینکه وارد جزئیات بشیم، برام سواله که آخه اصلا چرا باید 21 دقیقه از سفر یه نفر دیگر رو اینقدر دقیق کالبد شکافی کنیم؟ این ویدیو مگه چی داره؟ سلام به تو و به شنونده عزیزمون که امروز تو این کاوش با ما همراهه. ببین، سوالت خیلی مهمه. اگر بخوایم این منابع رو فقط به عنوان یه راهنمای توریستی برای سفر از شهر اسپیره به تاغازوت تو مراکش ببینیم، خب بخش بزرگی از پیامش رو از دست دادیم. ارزش واقعی این مستند اینه که مثل یه آینه عمل میکنه. یعنی چی مثل یه آینه؟ یعنی ما از طریق لنز دوربین مهران فقط چند تا ساحل یا بازار رو نمیبینیم. ما با تضادهای عمیق اجتماعی، تأثیر اقتصاد جهانی بر جوامع محلی و احساسات به شدت آشنای انسانی روبرو میشیم. Only look, I think. Okay. احساساتی مثل چی مثلا؟ مثل نوستالژی، میل به پیشرفت و اون حس تلخ خداحافظی. هدف ما تو این کاوش اینه که لایه‌های پنهان این سفر رو کنار بزنیم. میخوایم ببینیم مفاهیمی که تو ظاهر متعلق به شمال آفریقا هستن چقدر به تجربه زیسته خود ما ایرانی‌ها نزدیکه. Wir haben uns entschieden, zusammenzugehen. Wir haben eine Stunde Zeit. So, unser Hammam ist zu Ende. Jetzt wieder nach Hause. پس با این حساب ما با یه دفترچه خاطرات تصویری روبرو هستیم که قرار نیست فقط مناظر قشنگ رو نشون بده. 100% این یه مطالعه موردی درباره انعطاف پذیری انسان و تقابل سنت و مدرنیته است. چه جالب. خب بیا از همون نقطه شروع ویدیو وارد ماجرا بشیم. ساعت 8 صبح روز یکشنبه است. گروه تو بندر اسفیره هستن. Für dieses Jahr ist das letzte Mal hier in Essaouira. Schweren Herzen natürlich verabschieden wir uns von مهران اینجا یه سری استعاره به کار میبره که راستش برای من کمی عجیب بود. مثلا کدوم استعاره؟ دوربینا میگیره سمت چند تا گربه که دور هم جمع شدن و میگه این پارلمان گربه هاست. یا مرغای دریایی رو طوری توصیف میکنه که انگار وسط یه جلسه مهم کاری هستن. حتی خود بندر رو به یه بیمارستان برای کشتی‌ها رو پیام‌آوران تشبیه میکنه. آخه چرا یه مسافر باید تو مواجهه با یه بندر معمولی تا این حد به حیوانات و اشیا شخصیت انسانی بده؟ فقط یه بازی زبانیه؟ نه، این اصلا فقت یه تکنیک ساده داستانگویی نیست. این نوع نگاه نشون دهنده یه پدیده روانشناختی جالب تو سفره که بهش میگن انسانانگاری. انسانانگاری؟ آره، یعنی دادن ویژگی‌های انسانی به محیط. ببین، وقتی تو به عنوان یه مسافر از محیط امن و آشنای خودت خارج میشی و توی فضای کاملا جدید قرار میگیری،
ذهنت ناخودآگاه سعی میکنه برای چیزهای ناآشنا الگوهای آشنا پیدا کنه. آها، پس ذهنش داره سعی میکنه با محیط ارتباط بگیره. دقیقاً. اسویره شهریه با تاریخچه خیلی غنی، بندری که قرنها محل تلاقی تاجران و ماهیگیران بین آفریقا و اروپا بوده. تشبیه بندر به بیمارستان کشتی‌ها یه استعاره فوق‌العاده عمیقه. یعنی بندر رو مثل یه پناهگاه میبینه؟ آره، جایی که ماهیگیران بعد از یه نبرد شبانه با امواج بیرحم اقیانوس بهش پناه میارن تا زخماشون رو التیام بدن و برای سفر بعدی آماده بشن. این نگاه روح واقعی اون بندر تاریخی رو زنده میکنه. این نگاه شاعرانه رو واقعا درک میکنم. تصویر خیلی زیبایی میسازه، ولی یه اتفاقی تو روند سفر میفته که برای من بیننده که به برنامه ریزی عادت دارم حسابی کلافت کرد، نه؟ آره به شدت. یعنی ببین، بعد از یه تصمیم ناگهانی برای رفتن به یه حمام محلی تو شهر اسفی و یه خدافزی توی روز آفتابی از منطقه‌ای که تو ویدیو به اسم شونهرتسن و ساحل سیدیکاویکی اشاره میشه، خب متوجه میشیم که اتوبوس سفرشون به جای اینکه طبق برنامه حرکت کنه تازه ساعت 12 ظهر راه میفته. 4 ساعت تأخیر. و جالب اینجاست که تو ویدیو این تأخیر اصلا به عنوان یه فاجعه یا مشکل اعصاب خرد کن به تصویر کشیده نمیشه. این بیخیالی مسافران رو نشون میده یا منطق دیگه‌ای پشتشه؟ راستش این همون نقطه‌ایه که تفاوت جهانبینی‌ها خودش رو نشون میده. چیزی که تو اسمش رو میذاری کلافه کننده، تو اون جغرافیا مفهومی داره که بهش میگن زمان مراکشی. زمان مراکشی یعنی چی؟ ببین، تو کشورهای صنعتی غرب زمان یه خط مستقیم و یه منبع کمیابه که باید حتما بهینه‌سازی بشه. هر دقیقه تأخیر یعنی از دست رفتن سرمایه. آره خب منطق اقتصاد همینه. ولی تو خیلی از فرهنگ‌های خاورمیانه و شمال آفریقا زمان یه پدیده سیاله. زمان اونجا بر اساس روابط انسانی و شرایط محیطی شکل میگیره، نه عقبای ساعت مچی. laptop. This thing. First name? Marokko, yeah. Ja, wir machen es. Rastia. Thank you. چه جالب. پس مهران و همسفرش که اسمش ووچکه با این قضیه کنار اومدن؟ دقیقاً. به جای اینکه با این جریان سیال مبارزه کنن و استرس بگیرن، میپذیرنش. این پذیرش ریتم بومی فلسفه پنهانی سفر واقعیه. وقتی تو به عنوان مهمان وارد این اکوسیستم میشی، باید ساعتت رو با ضربان قلب اون شهر تنظیم کنی. پس برای همینه که تو ویدیو انقدر عادی جلوه میکنه. فهمیدن اتفاقات زمانی رخ میدن که باید رخ بدن. آره، نه زمانی که برنامه ریزی شدن. خب این تغییر زاویه دید خیلی قشنگه. ولی بالاخره این اتوبوس که مهران با همون لحن استعاری بهش میگه قالیچه پرنده راه میفته، مناظره که از پنجره میبینیم اصلا شبیه یه دنیای سنتی متوقف شده تو زمان نیست. نه اصلا نیست. بین دقایق 5 تا 12 ویدیو ما مدام نشانه‌های توسعه رو میبینیم. هتل‌های جدید در حال ساخت یا چیزی که مهران اسمش رو گذاشته فانوس دریایی تاکسی بربر. برام سوال شد که آیا این منطقه داره با سرعت بافت بومی خودش رو فدای توریسم میکنه؟ این یه پارادوکس کلاسیک تو کشورهای در حال توسعه است. از یه طرف ساخت این زیرساخت‌ها برای منطقه‌ای که شریان اصلی حیاتش توریسمه کاملا ضروریه. اونا برای بقا به این فانوس‌های دریایی مدرن نیاز دارن. ولی از طرف دیگه هویتشون به خطر میفته. درسته، خطر از دست رفتن هویت فرهنگی هست. اما نکته مهمتر تو این بخش از ویدیو یه تقابل قدرتمندتره. تقابل این توسعه با قدرت مهار نشدنی طبیعت. آها، منظورت اون سیلاب هاست؟ Ist ein gefährlicher Weg. Viele Steine, die warten auf uns. آره، مهران تو مسیر به آثار بارون‌های سیلاسای اخیر اشاره میکنه. سیلاب‌هایی که اونقدر ویرانگر بودن که باعث تخریب مسیرهای سنگی و حتی مرگ و میر شدن. آره. Sind wir wieder in
Wir haben ein langes Gespräch mit Yasin gehabt. Yasin möchte ja nach Europa und arbeiten, Geld sparen. How is it? How is it? Papi, I don't know why we chilling downstairs, not here. What the hell, man? It's amazing here. Yeah. دیدن اون جاده‌های خطرناک که حالا دارن ترمیم میشن واقعا تکان دهنده بود. ولی روی دیگر سکه اینه که همین سیلاب‌های مرگبار کاتالیزوری برای یه تولد دوباره بودن. تو ویدیو می‌بینیم بیابون‌های خشک حالا بعد از این بارون‌ها سبز شدن و حیات جدیدی شکل گرفته. یعنی طبیعت داره خودشو ترمیم میکنه. دقیقاً. این تضاد عمیق بین ویرانی و رویش مجدد به ما یادآوری میکنه که در نهایت این طبیعته که قوانین بازی رو تو این جغرافیا دیکته میکنه، نه هتل‌های چند ستاره. چقدر عالی. صحبت از طبیعت و رویش شد. نمیتونیم از یه بخش جذاب مسیر بگذریم. عبور از مناطق تمرغارات و تارودانت که مهران تو ویدیو بهشون میگه تامار و تارس. بله، سرزمین درختان آرگان. آره، مهران با کلی هیجان درباره چرخه تولید روغن آرگان توضیح میده. اینکه چطور بزای محلی از این درختای پر از خار بالا میرن. انت من الصويرة؟ ولا الصويرة مو زين. مو زين. كم فوق الصويرة؟ الصويرة أول مدينة. أول مدينة. شكرا خويا بالسلامة. كم الصويرة. میوه ها رو میخورن و بعد حسای دفع شده رو محلی‌ها جمع میکنن تا روغن بگیرن. روغنی که تو بازارهای جهانی الان قیمت‌های نجومی داره. دقیقاً. ولی یه اتفاق به شدت کنایه آمیز اینجا میفته. با وجود اون همه توضیح پرشور، دوربین حتی یه دونه بز هم رو درختان نشون نمیده. مهران فقط میگه احتمالاً بزا بعداً میان. خنده داره نه؟ خیلی. آخه این نشون دهنده شکست یه ویدیو گزارش توریستی نیست که نتونسته جاذبه اصلی رو ثبت کنه؟ راستش اگر با استانداردهای خشک شبکه‌های اجتماعی بهش نگاه کنیم شاید. Hier ist natürlich die Terrasse. Und hier sind die Zimmer. Hier ein Bett, hier ein Bett. Hier 2-3 Betten. Ein Schrank. سازندگان محتوای پرزر و براق ممکنه ساعت‌ها معطل بشن یا بدتر به محلی‌ها پول بدن تا بزا رو به زور بفرستن رو درخت که یه تصویر بی‌نقص اینستاگرامی بگیرن. آره که ویو بخوره. ولی غیبت بزا تو این ویدیو اتفاقا نقطه قوتشه. این ماهیت واقع گرایانه و بدون روتوش این گزارش رو نشون میده. طبیعت و زندگی روزمره که یه موزه یا پارک تفریحی نیست که همیشه برای سرگرم کردن توریستا تو حالت آماده باش باشه. خیلی حرف درستی زدی. یعنی سفر واقعی پر از این انتظارهای برآورده نشده است. اصلا ارزشمندی روغن آرگان هم تو همین وحشی بودن و غیر قابل پیش بینی بودن طبیعت ریشه داره. چه تفسیر رهایی بخشی. اینطوری ناامیدیای کوچیک خودشون میشن بخشی از ماجراجویی. دقیقاً. خب این اتوبوس بالاخره بعد از عبور از این مناظر What is sitting, always be quiet, chilling, nothing do nothing, do nothing. بین ساعت 12 تا 3 ظهر میرسه به مقصد نهایی، یعنی تاقاسوت. و اینجا ما وارد یه فاز کاملا متفاوت از ویدیو میشیم. همون گفتگوی معروف با یاسین. آره، مهران تو تاقاسوت با یه مرد محلی به اسم یاسین صحبت میکنه. یاسین از بزرگترین رویای زندگیش میگه. رویای مهاجرت به اروپا و کار کردن تو شرکت‌های عظیمی مثل آمازون
برای رسیدن به ثبات مالی. و اینجاست که اون پارادوکس بزرگ شکل میگیره. آره، به شدت درگیرم کرد. Where we are going now? We go to the beach. کرسی بخیر. بخیر الحمدلله. It smells good. Wheat. Yeah. Yeah. La 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 la. ببین، مهران از قلب دنیای صنعتی اومده به این دهکده تا آرامش پیدا کنه. ولی یاسین که تو همون بهشت توریستا زندگی میکنه، رویای رفتن به قلب اون سیستم صنعتی رو داره. این تقابل رو چطور میشه تحلیل کرد؟ ببین، این بخش از نظر جامعه شناختی شاید تکان دهنده ترین قسمت باشه. این همون برخورد دراماتیک رویاها تو دنیای مدرنه. توریست غربی تقاضوت رو به عنوان یه پناهگاه برای فرار از فشارهای کار تو شرکت‌های مثل آمازون می‌بینه. اون فقط موج‌های اقیانوس رو می‌بینه. ولی برای یاسین قضیه فرق داره. 100%. Come in. A camel man. Always around on the way. انت غزود اسمه لباوت. ويتك ويش ده ويتك ده I'm here always, papi. Always is here. It. برای یاسین تقاضوت فقط یه منزله زیبا نیست. محل زندگیشه که توش با واقعیت‌های خشن اقتصاد جهانی، تورم و نبود شغل دست و پنجه نرم میکنه. ما اینجا قصد قضاوت هیچ سیستمی رو نداریم. فقط داریم روایت یاسین رو میبینیم. آره، دقیقاً همون چیزیه که تو ویدیو هست. برای یاسین آمازون نماد امنیت و امکان ساختن یه آینده است. این یه احساس کاملا جهانیه برای هر کسی که توی یه اقتصاد در حال توسعه زندگی میکنه. این تجربه برای تویی که داری گوش میدی هم احتمالاً خیلی ملموسه. جغرافیا داره آرزوهای ما رو شکل میده. عجب تحلیل بیدار کننده‌ای. و جالب اینجاست که بلافاصله بعد از این گفتگوی عمیق ریتم ویدیو عوض میشه. میریم تو قلب هیاهوی یه بازار محلی تو تقاضوت. فضا یهو پر از انرژی میشه. آره، مهران داره با فروشنده‌ها چونه میزنه و به شوخی اسمش رو میذاره دعوای فروشندگان، یا به قول خودش سلر فایت. از کلمات عربی مثل شکرا، خویا یا همون سلام استفاده میکنه. حتی سر اینکه قول داده بود برگرده به یه مغازه، یه دعوای کلامی خنده‌دار شکل میگیره. آخه این حجم از انرژی برای خرید یک کالای ساده منطقیه؟ Die feiern immer. Immer Musik. Ja, die letzten Tagen, ja. Abschied ist, naja, immer ist تو فرهنگ بازار خاورمیانه و شمال آفریقا، چونه زنی هیچ وقت فقط یه معامله خشک ریاضی نیست. پس چیه؟ تو سوپرمارکت های غربی قیمت ها ثابته و تعامل در حد اسکن کردن بارکده. خیلی سرد و مکانیکیه. اما تو بازار تقاضوت این دعوای فروشندگان در واقع رقص اجتماعی و یه قرارداد نانوشته. Also alles gut, aber trotzdem, das ist ja wirklich ein anderes Leben, anderer Kontinent, andere. برای برقراری ارتباط انسانیه. آها، پس وقتی میگه شکر خویا داره احترام میذاره. دقیقاً. فروشنده با چونه زدن زمانش رو با خریدار به اشتراک میذاره و خریدار هم با پاسخ دادن وارد این بازی میشه. اون دعوا سر قول برگشتن اهمیت کلام و تعهد رو تو این جوامع نشون میده. مهران با این کارها دیوارهای توریست بودن رو میشکنه و برای چند لحظه عضو اون جامعه میشه. We take you from Poland, me from Iran. We take what's happened. The drift combo. Sind again. Wir sind durch. Napolitano here. Yeah.
چقدر زیبا. بازار به عنوان یه فضای تعامل انسانی. با گذر از این هیاهو روز تو ویدیو به پایان میرسه و وارد شب میشیم. آپارتمان با اون تراس بزرگش. آره، منظره غروبش خیره کننده است. ولی چیزی که ذهن من رو درگیر کرد تصویر نبود، صدا بود. یه سمفونی عجیب از صداهای پس زمینه. چه صداهایی؟ از یه طرف صدای اذان و الله اکبر و الحمدلله میپیچه. احنا عبدالرحیم the big man pizza زيولو من تغزوت زيولو انت أول من you wanna have a good pizza you come to Abdurrahim say Abdurrahim خويا the best man Abdurrahim. همزمان صدای زوزه سگای ولگرد میاد که مهران به شوخی میگه دارن شرط میبندن کی بهترین پارس رو داره. و تو همین فضا مسافرها دارن پیتزا میخورن و نوشیدنی غربی مینوشن. ترکیب این المان‌های سنتی با سبک زندگی غربی تضاد نیست؟ اصالت منطقه رو زیر سوال نمیبره؟ اتفاقا برعکس، این نابترین تصویر از همزیستی تو دوران مدرنه. ما عادت داریم فرهنگ‌ها رو تو جعبه‌های ایزوله بذاریم، ولی تو شهرهایی مثل تگازوت که محل تلاقی مسافران و بومیان هستن، یه موزاییک فرهنگی شکل میگیره. یعنی هیچ کدوم اون یکی رو حذف نمی‌کنه. دقیقاً. صدای اذان که ریشه تو قرنها سنت داره، کنار صدای سگ‌ها که نماد طبیعته و حضور پیتزا که سوغات جهانی شدنه، در کنار هم یه فضای چند لایه میسازن. یه همزیستی مسالمت‌آمیز و جشنگونه است. چه تعبیر قشنگی از همزیستی. و تو دل همین فضا ناگهان لحن مهران احساسی میشه. رو به دوربین اعتراف میکنه که چقدر دلتنگ خانواده‌اش شده. آره، و میگه خداحافظی هرگز خوب نیست. دقیقاً saying goodbye is no goodbye. ولی بلافاصله اضافه میکنه که این هم یه روز فوق‌العاده دیگه بود. این چرخش سریع بین دلتنگی و لذت رو چطور میبینی؟ ببین، این دوگانگی احساسی و هسته مرکزی روانشناسی سفره. ما سفر میکنیم که از روزمرگی فرار کنیم، اما درست تو زیباترین نقطه جهان ناگهان جای خالی کسانی که دوستشون داریم مثل یه حفره خودش رو نشون میده. آره، خیلی حس آشناییه. این نشون میده سفر فقط جابجایی فیزیکی نیست، یه کشمکش درونی بین میل به رهایی و کشش ریشه های انسانیه. اون جمله پایانی هم تلاشیه برای قدردانی از لحظه حاله. این تقابل منو یاد یه موضوع خیلی خاص تو یادداشتام میندازه. تا اینجا ما از زاویه مستند اجتماعی ویدیو رو بررسی کردیم. بله. ولی تو منابع ما یه تفسیر ثانویه و خیلی شاعرانه هم هست که کل این 21 دقیقه رو به عنوان یه داستان پریان شرقی کالبد شکافی کرده. آره، اون بخش واقعا جذابه. مهران میشه سوارکار باد در جستجوی ناشناخته ها. یاسین با رویای آمازونش میشه مرد دانای صحراهای دور. و اون اتوبوس پرسر و صدا همون قالیچه پرنده است که مسافرانش رو از خطرات عبور میده. دقیقاً. وقتی از لنز اسطوره‌شناسی نگاه کنیم میفهمیم ساختار روایت‌های انسانی هزاران ساله که تغییر نکرده. قهرمان از حاشیه امن خارج میشه، با موانع روبرو میشه، با راهنماها حرف میزنه و به درک جدیدی میرسه. ما مجذوب این ویدیوها میشیم چون ناخودآگاهمون داره همون الگوهای کهن‌الگو رو تماشا میکنه. و برای کامل شدن این فضای جادویی، منابع ما این سفر رو با یه شعر کهن از مولانا گره زدن. من این ترجمه رو برای تو که داری گوش میدی میخونم. باد مسافران را با خود میبرد از میان صحراها و دریاها به سوی سواحل جدید. خدافزی ها همچون غروب خورشیدن، غم انگیز اما پر از نوید صبح. همچون درخت آرگان باش، پرخار و استوار، اما میوه‌هایی ببخش که شفا میدهند و تغذیه میکنند. عجب شعر بی‌نظیریه. این ابیات چکیده فلسفی تمام اون چیزیه که امروز مرور کردیم. مولانا میگه ماهیت زندگی جریان مداومه. غروب پایان جهان نیست، پیش نیاز یه طلوع دیگه است. و اون استعاره درخت آرگان چقدر دقیقه. آره، درختی که تو محیط خشن رشد میکنه، تنش پر خاره برای محافظت.
اما محصولش روغنیه که مایه شفاست. این یه دعوت از ماست که تو برابر سختی‌های مسیر استوار بمونیم و اثر مثبت به جا بذاریم. واقعا بی‌نظیر بود. ما امروز سفری رو تجربه کردیم که از دیدن چند تا گربه تو اسفیره شروع شد. از میان سیلاب‌ها گذشت، به رویاهای یاسین رسید و با صدای همزیستی فرهنگ‌ها و اشعار مولانا ختم شد. یه ویدیو گزارش ساده میتونه یه کلاس درس برای فهمیدن ارتباطات انسانی باشه. راستش الان توی این لحظات پایانی میخوام یه سوال عمیق رو مستقیما از تو که شنونده این گفتگو هستی بپرسم تا تو خلوت خودت بهش فکر کنی. چه سوالی؟ ما امروز سفر مهران رو به عنوان داستان پریان مدرن بررسی کردیم. اما به این فکر کن، آیا فناوری‌های امروز ما مثل همین ویدیو گزارش‌ها و رویای کار تو آمازون واقعاً ماهیت جستجوی باستانی انسان برای یافتن معنا رو تغییر داده؟ یا اینکه ما انسان‌ها تو اعماق وجودمون هنوز همون مسافران کاروان‌های قدیمی هستیم که فقط ابزارهامون عوض شده. به جای شتر سوار اتوبوس میشیم و به جای داستانگویی دور آتیش خاطراتمون رو از طریق لنز دوربین برای غریبه‌ها روایت می‌کنیم. عجب، چالش فکری عمیقی. آیا واقعاً فقط فرم عوض شده؟ این یه نقطه پایان فوق‌العاده برای گفتگوی امروز ما. برای تو که تو این کاوش ویدئوکست ما همراه بودی، امیدوارم این سفر مجازی برات الهام بخش بوده باشه. تا یه کاوش دیگه تو رو به پیدا کردن زیبایی‌های پنهان تو اتفاقات روزمره میسپاریم. خدا نگهدار. خدا نگهدار و سفرهای پیش رویتان پر از کشف و معنا.